رحمان علمشاهزاده معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت بر اساس تغییراتی که به ماده 19 قانون ملی وارد گردید تنها شهروندان تاجیکستان می توانند در نهادهای امور داخله فعالیت کنند. وی دلیل این امر را با وجود اطلاع سری دولتی داشته در فعالیت کارمندان ملیسا مربوط خواند. همچنین طبق این تغییرات فعالیت شهروندان خارجی اشخاص بدون شهروندی هم در نهادهای امور داخلی کشور ممنوع شد. از این قبل در ماه دکبر سال 2014 در تاجیکستان سند تصویب شد که بر اساس آن شهروندان خارجی و اشخاص با دو شهروندی حق فعالیت در وزارت امور خارجه را ندارند. در ماه نوامبر سال گذشته چنین ممنوعیت در نسبت کارمندان نهادهای امنیتی تاجیکستان جاری گردید. همچنین طبق تغییرات با قانون درباره خدمت دولتی مسئولان نهادهای دولتی نیز نمی‌توانند مقام دو شهروندی داشته باشند. این طلبات به پزشکان و معلمان ربط نمی‌گیرد، زیرا این افراد کارمندان دولتی حساب نمی‌یابند. تاجیکستان تنها با روسیه سند دو شهروندی امضا کرده و این سند از 29 دکبر سال 1996 عمل می‌کند. در ماه اپریل سال جاری مجلس نمایندگان تاجیکستان سند حقوقی را تصویب کرده و برای اشخاصی که دو شهروندی خود را پنهان می‌دارد به مقداری از 20 تا 30 نشان دهنده یا از 1 تا 1,500 سامانی جریمه پیش بینی گردید. ضمناً در سال جاری در قبال کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان مقررات نو انتشار شده و کارمندان ملیسه فربه و وزن زیاد داشته از صفحه این نهاد اخراج خواهند شد. مردان محمد، شادمانی یتیم، آزاد